تو این فصل برگ سیر تازه که میاد خیلی مزه داره. این خورش تازه آدم درست کنه بخوره. خورشت سیرقلیه را در گیلان با مرغ یا مرغابی یا قرقاول تهیه میکنند. در این خورش برگ سیر تازه مصرف می شود. بوته سیر را در شمال میکارند. وقتی که سبز شد برگ‌های سبز آن را بریده و به بازار آورده. از آن برای سیرقلیه، سیرواویج استفاده میکنند. مخصوصا در فصل بهار برگ سیر هم تازه و هم خوش عطر است. خب بهار، پاییز هم هست. پاییز هم هست. خوشگلا بخوری. دوا نگیری. 2 روز تخم نمیکنه. سبزی این خورش چقدر باید سرخ شه؟ سیاه میکنی؟ نه مثل قرمه سبزی. چروب به نظرم تند باشه. الان تخم مرغ بزن توش. این دیگه آماده است. اینو باید چیکار کرد؟ شست که بله. کشتیم با این پاکیزگی. روغنش بستد. واقعا خوشمزه است خورشش. نوش جان.